جو بایدن پرزیدنت امریکا شام پنجشنبه در یک سخنرانی مهم که شبکه‌های تلویزیونی ایالات متحده آن را مستقیم پخش کردند، رقیب احتمالیش در انتخابات پرزیدنتی دونالد ترامپ را به سرخم کردن به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین متهم کرد. سرخمی بر رهبر روسیه ظالمانه، خطرناک و غیر قابل قبول است. در مراجعت به وکیلان هر دو مجلس کنگره امریکا، بایدن گفت دموکراسی سراسر عالم با خطر مواجه است. بایدن اظهارات اخیر ترامپ را درباره ناتو محکوم کرد و ابراز داشت که این پیمان دفاعی زیر رهبری امریکا قدرت از هر وقت دیگر بیشتر کسب نموده است. امسال 75مین سالگرد تأسیس ناتو جشن گرفته خواهد شد. بایدن خاطر نشان کرد که سال گذشته فنلندیا و چند ساعت پیش سوئیسریا عضو ناتو شدند. او سروزیر این کشور اولف کریستوفرسون را که در تالار حضور داشت تبریک کرد. پرزیدنت امریکا از وکیلان کنگره دعوت کرد که بسته یاری ها را به اوکراین که برای مقاومت به تجاوز 2 ساله روسیه حیاتاً ضرور است تصویب کند. به قول بایدن، اگر پوتین در اوکراین پیروز شود، او از حمله به کشورهای عضو پیمان ناتو خودداری نخواهد کرد. اوکراین میتواند پوتین را متوقف کند اگر ما به این کشور برای حمایت از خودش سلاح دهیم. گروه وکیلان محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه امریکا چند ماه باز از قبول بسته یاری‌های نظامی، اقتصادی و بشری که به $60 میلیارد برابر است جلوگیری می‌کنند.